آمدی مادر شبانه بری گهواره می خواندی ترانه به خوابم آمدی مادر شبانه بری گهواره می خواندی ترانه شدم آب و ادایی الله آید مادر جان فغان کردم فغانی کودکانه شدم آب و ادایی الله آید مادر جان فغان کردم فغانی کودکانه مادر توی مادر یگانه سحرگاه دیجا برخواسته شدم ندیدم روی گرمت مادری جان سحرگاه دیجا برخواسته شدم ندیدم روی گرمت مادری جان نصیحت های پندی سود من داد آیا مادر شدم بسیار پزمان نصیحت های پندی سود من داد آیا مادر شدم بسیار پزمان مادر توی مادر یگانه در این ایام گل بزی بهارم دیچیدم از گلی صد برگ و ریحان در این ایام گل بزی بهارم میچیدم از گلی صد برگ و ریحان نهادم بسته‌ای
دسته خود سر قبرت به قلبی پوز ارمان نهادم بسته گل دسته خود سر قبرت به قلبی پوز ارمان مادر یگانه صدقه خاک قدم‌های مادرای عزیز و ارجمند. درود به همه شما همدیران گرامی قدر، هموطنان عزیز، همه آن نفرانی که پیوسته تلویزیون سفینه و برنامه فضا را تماشا میکنید. آرزو میکنیم که خاندانتان پر از نور و روشنایی باشد و این بهار سبز اندر سبز آغاز ابتکارات نجیب و نقشه های سازگار شما باشد عزیزان دل و روزگارتان همیشه پر از شادی، استقلالیت در کشور عزیزمان ابدی. عزیزان، شام عطرآلود وطن، شام بهاری وطن مبارک. برنامه فضا است، مهمان خاندان شما و ما این شام نیز در برنامه‌مون مهمان داریم. کریم نظرف، آوازخوان انسمبل چمن فیلارمونی دولتی جمهوری تاجیکستان به نام اکاشریف جورایف که من حضور ایشان را خیر مقدم میگویم. همچنین همین رومشگرانی که واقعا در برابر سرودخوانی شما یک موسیقی های زیبا رو روی کار میارند، یک همون نغمه هایی که واقعا برای خودشان خواستگار است روی کار میارند. آفرین به دستانتون و افتخار داریم با شما. خب بیاید یک سلام و یک پیام به مردم برسانید و بعدا صحبت کنیم. السلام علیکم هموطنان عزیز، شماتون بخیر. سلامت باشید نوستاد. اکنون بیاید یکم صحبت میکنیم اطراف کارهایی که امروز کرده ایستاده اید که بند چی کار است، چون دیگر من فکر میکنم هنرمند قرار نمیشیند، هنرمند اصیل منظورم، چون اگر همین نوازنده اسباب غجک گویم خطا نمیکنم، من همین اکوی بختیار گمانم برای اونه که هر یک نوازش یک نغمه دیگر داشته باشد، نمیدونم یک زیبایی دیگر داشته باشد، قرار نمیشیند. من همین گونه فکر میکنم. یک کوشش میکند یک کار سازد، یک چیز، یک موسیقی آفرد که واقعا گوشنواز ماندگار باشد و دیگر هنرمند اصیل هم همین گونه است. خب یکم شما قصه کنید که حال بند چیکار هستید، کجا فعالیت دارید، کاراتون چطور است؟ همه روزا بند کار هستیم، البته از پی ایجادیات هستیم و انسمبل بانوان چمن نیز با یک برنامه تر و تازه با راهبری بسیار یک بانوی خوش سلیقه هنرمند خوب محرم بانو یک برنامه تازه رو تیار کرده شدن که به نزدیکی ها به سهم تماشابینان میرسانند. بسیار خوب. خب چند وقته که در انسمبل چمن فعالیت کرده ایستاده این؟ چون گمان میکنم که جوانان هم فعالیت میکنن، شاگردان شما هم فعالیت میکنن. بیشتر خوب پای کدام سرودها دور میزنید؟ از ابیات کدام بزرگان سرود آماده میکنید؟ چطوری که من حاضر گفتم، البته من پیش از همه با غزل‌های شاعران کلاسیک و دیگر اینکه در وصف تاجیکستان عزیز ما، تاجیکستان صاحب استقلال عزیزمون، ما آهنگ‌ها ایجاد میکنیم و دیگر اینکه البته در وصف خیلی که حاضر به شنوندگان ما رسوندیم، در وصف مادران مهربان و عزیز که این ماه خودش ماه گل است، ماه مادران است. بله، ماه بانوان است، چون بهار دیگر شبیه زن است. بله بله. خب ترانه‌ای که در وصف مادران عزیز ارجمند اجرا کردید، در مورد همین ترانه کم قصه کنید. البته این آهنگ خودم است، خود شما؟ بله. و این آهنگ رو من
5 سال پیش گویم اگر خطا نکنم با شاعر بخوردیم با نام شرلی شاهانی میگویم و ما در اونجا بسیار صحبت‌های خیلی خوب کردیم و اون کس به من همین سرود رو پیشکش کردن و وقتی که این سرود رو به من پیشکش کردن البته اون وقت مادری من از حیات رفته بودن و این سرود به من بسیار تاثیر کرد. روانشون شاد بود. بله. البته این آهنگ با یک چی گویم یک دلی سوزان همین آهنگ روی کار ایجاد شد و واقعا خیلی تاثیر بخش سرای دید ایجاد کردید. آفرینتون بود. همین گونه است هر کاری رو که واقعا اگر با محبت با صداقت و از روی صدق شروع بکنی در آخر یک انجام خوب رو میبینی و واقعا من گمان میکنم مادران عزیز از اون سوی اکرام به شما آفرین گفته ایستادن چون یک ارمغان واقعا ایدانه براشون یک ارمغان بهارانه براشون هدیه کردید و صدها آفرین به شما. چون این برنامه فضا دیگر برنامه زنده سرایی است و در این برنامه بعد از چند لحظه های صحبت باز بیننده ما بیقراری میکند که ترانه شنود و ترانه دوم چی ترانه است؟ این ترانه چگونه آماده شده است؟ این ترانه مال کی است؟ من این ترانه را از حضرت سعدی ایجاد کردم. اینک پیشکشی تماشابینان عزیزی خودم کنم. سلامت باشید و دوستان عزیز ترانه رو میشنویم یک جای شام زیبای وطن رو استقبال میگیریم. عشق در دل ماند و یار از دست رفت عشق در دل ماند و یار از دست رفت دوستان دست که کار از دست رفت دوستان دست که کار از دست رفت ای عجب گر من رسم بر کامیدی ای عجب گر من رسم بر کامیدی کی رسم چون روزگار از دست رفت کی رسم چون روزگار از دست رفت بخت روی و زور و زر بودم دره کن در این غم هر چهار از دست رفت بخت روی و زور و زر بودم دره کن در این غم هر چهار از دست رفت عشق و سودا و هوس در سر بیمان عشق و سودا و هوس در سر بیمان صبر و آرام و قرار از دست رفت صبر و آرام و قرار از دست رفت
عشق آسان بود سعدیا باید عشق آسان بود عشق باز اکنون که یار از دست رفت عشق باز اکنون که یار از دست رفت عشق باز اکنون که یار از دست رفت تشکر به شما استاد ارجمند برای پیشنهاد یک ترانه خوب. واقعا عالی بود. واقعا بازم به تکرار میگم که یک صدایی که انسان را به عالم رویاها هدایت میسازد. هرگز صداتان خستگی را نبیند. محبت به دنیای هنر از کی شروع شد؟ اگر انیق‌تر بگیم کی مجبور کرد که به دنیا بیایید و یا کی تاثیر گذاشت؟ البته هر یک شخص یک آغاز هنر دارد. بله. هر یک هنرمند آغاز هنر دارد و من 5 ساله بودم که الکی پدر رحمتیم من رو بسیار به همین راه هنر و ایجادیات تربیت کردند و اولین استاد من اگر خطا نکنم پدرم هستند. بسیار خوب. زمانی بود که با استاد ظفر ناظم فعالیت میکردید در انسمبل گنجینه. اون زمان چگونه بود؟ یک کمک قصه کنید که کار با یک هنرمندی که خیلی شهرت بلند داشت و سر و صدا و ترانه هایش وردی زبان مردمی تاجیک و حتی بیرون از مرز در حوزه منظورم آسیای میانه میشناختن، احترام میکردن. خب چگونه بود با استاد ظفر ناظم همکاری کردن؟ با شما چی میگفتن؟ چگونه هدایت ها میکردن؟ فعالیت اون وقت چگونه بود؟ فرق از اون وقت به این وقت چگونه است؟ البته وقتی که ما در صحنه هنر آمدیم با استاد ظفر ناظم همکاری کردیم، یعنی که استاد ظفر ناظم ما رو در راه صحنه آوردند و نشان دادند. انسمبل گنجینه گفتیم ما رو همه وقت تلقین میکردند که شما بسیارتر از گذشته از خلق آموزید. رفتم با کوه و پشته ها با همون قشلاق های درده است که مثلا در اونجا بسیار مثلا هنرمندانی هستند که چی بگم با هنرهای خلقی اونها مشغول هستند. رفته از انمون هنرمندان آموزید گفتند و همین طور هم ما همین طور هم ما کردیم و استاد ظفر ناظم همیشه تلقین میکردند که غیر از این باید شما از همین شاعرهای کلاسیک بسیارتر ایجاد کنید. چند سال از روی صحنه هستید استاد؟ زیاده از 40 سال است که من در روی صحنه هنر هستم و همیشه حرکت میکنم که همین چی میگن آهنگ‌های نو به نو تازه ایجاد کنم. بله. میدونی چی؟ یک سری هنر رو روی صحنه همین است که انسان رو جوان نگاه می‌دارد. بله. و ببینید که شما 40 سال است در روی صحنه هستید، همون یک مرد 40 ساله می‌نماید. تشکر. یعنی این از بزرگی هنر، بله. از پاکتینتی هنر، از پاکیزگی هنر دلالت می‌کند و واقعا هم این صحنه پاکیزگی رو می‌پسندد. بله. چون مقدس است دیگر. با ساز موسیقی سرود خواندن چگونه است؟ چی مزه دارد؟ برای شما چی می‌بخشد؟ البته ساز موسیقی برای من پیش از همه همون هر یک چی میگم پرده‌ای که من در جستجو هستم و همون مثلا غزلی که من میگیرم و به واسطه این اسباب آهنگ میسازم البته بسیار کمک میکند و تمام آهنگ هایی که من قریب که ایجاد میکنم من با همین اسباب ایجاد میکنم، با اسبابی تار. بله. یعنی که واقعا مزه دارد وقتی که شما بر دست میگیرید و میسرایید و مینوازید و میخونید. این البته یک کار دیگر است. خب در خانواده میگوین گاه که پیری کار یک اسباب خطی نوازید یک خونید که چگونه هست؟ یک کمک از فضای خانوادگی. من راستی گپ گاو زنم در همین خانه هر روز 3 ساعت مشق میکنم. 3 ساعت مثلا مشق‌های تکنیکی میگوین، یعنی که با همین پرده ها من اول دست خود رو وای میکنم، بعد از اون پردازی آواز است، من آواز خود را با این مثلا گامه های موسیقی است من مطابق میسازید؟ بله گرم میکنم. بعد از اون
با یگان آهنگ خواندن یا که شعر خواندن سر میکنم، اهل اویله همه وقت با من هستن و گوش میکنم مرا. بسیار خوب. البته در اون خاندانی که صدای موسیقی است، در اون خاندانی که غزل صدا میدهد، ترانه صدا میدهد، خب فرزند خوب تربیت مییابد، اویله نمونوی میشود و خوش به حال اهل خانواده شما که چنین یک پدری هنرمند و چنین یک پدری دارند که هم با ترانه و با سرودهاشون اهل خانواده را شاداب میکنند، هم مخلصان را شاداب میکنند و هم تشنگان شعر و سرود را. خب یک عالم سپاس، تشکر میگیم به شما. و ترانه سوم چی ترانه است؟ ترانه سوم این هم در پس مادر است. بسیار خوب. همدیران عزیز و نفرانی که ما را تماشا دارید، بار دیگر شام همتان بخیر و شادی. ادامه دارد برنامه فضا و ترانه نوبتی که استاد کریم نظر فعال حاضر اجرا میکند، بازم در وصف مادران عزیز ارجمند است که یک جای میشنویم. مادر تو کجای دل من یاد تو دارم، این خانه و این در همه پر یاد تو دارم. مادر تو کجای دل من یاد تو دارم، این خانه و این در همه پر یاد تو دارم. مادر تو کجایی که در این کشوری غربت بود، مادر تو کجایی که در این کشوری غربت، این دل هوس خانه آباد تو دارد. مادر مادر تو بند ایمانی منی، ایمان جانی تو هم آچه جانی منی. مادر مادر تو بند ایمانی منی، ایمان جانی تو هم تو آچه جانی منی. مادر با دلم مرغی غمه لانه نمودم، در کشور حسرت هوسی دانه نمودم. این خانه و این در همه تاریکی و ظلمات، این خانه و این در همه تاریکی و ظلمات، کسری دل ما را همه وی رانه نمودم. مادر مادر تو بند ایمانی منی، ایمان جانی تو هم تو آچه جانی منی. مادر مادر تو بند ایمانی منی، ایمان جانی تو هم تو آچه جانی منی. مادر تو کجا
یکی به تو راد بگویم سرمانده بدانوی تو با ناد بگویم مادر تو کجایی که به تو راد بگویم سرمانده بدانوی تو با ناد بگویم چون طفل بخوابم سر زانوی تو مادر چون طفل بخوابم سر زانوی تو مادر احسانی خدا را ز دو دست تانی تو جویم احسانی خدا را ز دو دست تانی تو جویم مادر مادر تو بند ایمانی منی من جانی تو هم تو آچه جانی منی مادر مادر تو بند ایمانی منی ای من جانی تو هم تو آچه جانی منی ای من جانی تو هم تو چه درمانی منی ای من جانی تو هم تو چه درمانی منی تشکر زیاد برای اجرای ترانه سوم در برنامه ما خیلی عالی بود در وصف مادران عزیز و آفرین میگویم به شما استاد ارجمند عمرتان دراز باد و از برنامه فضای تلویزیونی سفینه چی برداشت کردید این برنامه برای شما چی داد چی هدیه کرد باور کنید دیر بود از که من این برنامه شما رو با واسطه تلویزیون تماشا میکنم بسیار معقول است بسیار چی گویم صمیمی است و من بسیار میخواستم که در این برنامه یک بار اشتراک کنم و امروز شکرانه که من در این برنامه اشتراک کرده شدم و خیلی خوشبخت هستم. بله و امیدوار هستیم که این آخرین صحبت و نشست ما نباشد. البته بازم به زودی خبر میگیرید ترانه میارید برای بیننده های ما میسرایید و همین گونه شام وطن رو اطرالود میکنید برای هموطنان. بله ایشون. تشکر. خب چون بهار دیگر آغازی تمام ابتکارهای سازنده و نقشه های سازنده هست چی نقشه ها دارید چی تصمیم ها دارید در بهار نازنین گلببر و گلبسر؟ البته فصل بهار این یک فصل هست که فصل دلکشا بله فصلی است که همین هر یک هنرمند رو الهام میبخشد. من البته نصیب باشد در وصف نوروزی عجم که من روزهای نزدیک نصیب باشد برپا میگردد من حرکت میکنم که با سرودهای تر و تازه خود برآمد کنم. بله بسیار خوب. ما نیز در راه ایجاد برای شما قرار میخوایم اولا تن صحت روزگار آسوده و به همه رامشگرانی که در برنامه این شامینه ما را همراهی کردند برای رو برکت در روزگارتون آرزو میکنم و بازم فقط به امید همانی که آخرین نشست صحبت ما سر این سفره نباشد به زودی بیایم صحبت کنیم ترانه سرایی کنیم از استقلالت و از وحدت و از آبادی دیارمون شکرانه و با افتخار حرف بزنیم. تشکر. سرود انجامیتون چی نام دارد؟ غزل سیدای نصفی است. خوشان مستی که درد داغ دل را چاره میکردم. بله. تو را میدیدم و از دور و گریبان پاره میکردم. بسیار خوب. تشکر. و دوستان عزیز ما اینجا رسیدیم به انجام برنامه این شامینه فضای تلویزیونی سفینه. برای همه شما شام زیبا شب خوش آرزو میکنیم و اگر از تماشای برنامه ما لذت برداشته باشید این دیگر خوشبختی است برای ما چون همه زحمت های ما با اون خاطر است عزیزان که محبت میان ما و شما کنده نشود. همین گونه آباد و آسوده و زیبا زندگی داشته باشیم
و آیت شکرانه بر لب داشته باشیم از استقلالیت و وحدت و یگانگی کشور عزیزمون. ترانه انجامی رو استاد کریم نظرов اجرا میکند. به همتون برور و برکت. برآمد. خوشم مستی که درد و داغ دل را چاره می کردم. خوشم مستی که درد و داغ دل را چاره می کردم. تو را می دیدم از دور و گریبان پاره می کردم. تو را می دیدم از دور و گریبان پاره می کردم. و داغی تازه می دادم تسلی داغ دیرین را. و داغی تازه می دادم تسلی داغ دیرین را. و جای برگ گل در جای آتش پاره می کردم. و جای برگ گل در جای آتش پاره می کردم. و لبی سینه شبها صورتت را نقش می بستم. و لبی سینه شبها صورتت را نقش می بستم. سری در جای می بردم تو را نظاره می کردم. سری در جای می بردم تو را نظاره می کردم. اگر می بود در عالم دوای درد عاشق را. اگر می بود در عالم دوای درد عاشق را. دلی خود را چو بلبل پیش گل صد پاره می کردم. دلی خود را چو بلبل پیش گل صد پاره می کردم. چه خوش بودی که همچون سیدا من همسری دارم. چه خوش بودی که همچون سیدا من همسری دارم. و باید می زدم خود را دلی بیچاره می کردم. و باید می زدم خود را دلی بیچاره می کردم. دلی آواره می کردم. دلی بیچاره می کردم.